نیک وویچیچ با امکانیت محدود تولد شده است. برای رسیدن به موفقیت همیشه حرکت میکرد و نسبت به حیات خیش خوشبین بود. امروز میلیونر است. استیون هاکینگ در دوام حیات خیش به بیماری گرفتار شد، اما محصول کار علمی دوران بیماریش امروز اختراعات عصر نامیده می شود. منیژه صمدова نیز از زمره آن نفران است که با وجود امکانیت محدود داشتن و با بیماری فلج معینه سر تولد گردیدن به حیات دلگرم است و هر روز دانش نو میگیرد. حتی او امروز هنرمند است و به دیگران مهر بافی را می آموزد. صمدова منیژه سال 2017 به تشکیلات جمعیتی رنگین کمان مراجعت کرده بود. همراه مادرش او تشخیص فلج مغز سری کودکانه داشت و همراه مادرش به تشکیلات جمعیتی رنگین کمان تشریف می آورد. او از مشق‌های لوگوپدی، از مشق‌های انکشاف جسمانی کودک، انکشاف حرکت ها، انکشاف ذهنی کودک بسیار مشغولیت ها از طرف متخصصان گرفته است و گفتم ممکن است که همراه مادرش یکی از عضوهای خیلی فعال تشکیلات جمعیتی رنگین کمان گشته است و او در یک مدتی خیلی کوتاه به موفقیت های خیلی نظررس نائل گشته است. منیژه حالا چون هنرمند مهره می بافد. حتی در این سمت به زینه استادی رسیده است. شاگردانش را نیز در سمت هنرمندی تربیت می نماید. 2 سال پیش از 2019 بود. نام مکتب تمام کردیم. از طرف رنگین کمان میخلق و میکنیم گفتم. میخوام یاد میتیم مهر بافی گفتن. همون به همون درسش رفتم. همونجا به معلمه یاد دادن. همونجا یاد گرفتم. اکو حاضر می خانوه اما مهر بافی همون کده میشنمون اما خانه میفروشم. همین من اینجا آمده من دختر که درس میکنم. یک جایه به آموختنی مهر بافی رفته بودیم. اون کس خیلی زیبا میکردن. امروزها حتی از این نمود هنرمندیش مبلغ نیز کار میکند. بسیار نه البته. همسایه و شخصانی که برایشان گوشوار و گردنبند میجویند آمده از منیژه میخرند. مدرسه هر دو ما یاد گرفتم و رفتیم. یاد گرفتم معلمه یاد دادن. هر دو ما کده وای کردیم. من چیزاش خرده آوردم و فروخته وای کرد. ابا دوکو یک کده دادم سوها و کرانه ها. یک تشه نرخشه تا 25 تومانه 20 تومانه میفروشم. شاخچه داره است تا 25 تومانه 20 تومانه چون که و به مول محصولات میفروشد. سیمچه مول میفروشد همون به قیمت. سیمچه و کریستال همین استفاده میبرم. ابا دوک همین نرخش حساب کرده نرخش میبرم. منیژه بسیار کتاب میخواند. خاصه کتاب‌های حقوقی بیشتر مطالعه مینماید. میخواهد در آینده حقوق شناس شود و به مردم کمک خود را رساند. به نظر وی امروز در سمت حمایت حقوق شخصانی امکانیت محدود داشته حقوق شناسانی با تجربه لازمند. من بسیار میخواهم که ادوکات شوم. ادوکات برای این کتاب‌های حقوقی و استوری حقوق مخلوقات خونده میشنم. ممکن بعد از 3 سال گنجا خواندم به درام گفته. او بسیار شغل‌های زیاد دارد. مطالعه کتاب‌های حقوقی را دوست می‌دارد و می‌خواهد در آینده دانشجو شده در همین ساحه
ҳимояи ҳуқуқҳои шахсони имконияти маҳдуд дошта кору фаъолият барад. ҳам мутахассисон ва ҳам аҳли хонаводаи манижа бар он назаранд ки ӯ пас аз нақш офаридан дар намоиши мурғубичаи безеб куллан тағйир ёфт ва назараш ба ҷомеа иваз шуд. пас аз намоиш ва тағйирот механдад, суруд мехонад ва фикрашро озодона бе шарм доштан баён менамояд. ташкилоти ҷамъиятии рангин камон тӯли 2 соли охир проект лоиҳаи театри инклюзивиро роҳандозӣ карда истодааст ва манижа низ ба ин лоиҳа ҷалб карда шуда буд ҳамчун актриса ва гуфтам мумкин аст ки театр ӯро тамоман аз дигар ҷиҳат ба мо муаррифӣ кард. ӯ хеле озод гашт, ӯ фикрашро хеле озодона баён карданро омӯхт. ӯ гуфтам мумкин аст натоқи хуб шуд, суханҳо фикрашро озоду равшан гуфта метавонистагӣ шуд ва гуфтам мумкин аст дар саҳна ӯ худро ягон маъмул ҳис накард, ӯ хеле озод худро ҳис кард, гуфтам мумкин аст ва оянда ӯ мехоҳад ки боз дар ҳамин театр иштирок кунад, актриса бошад, яъне ки гуфтам мумкин аст яке аз шуғли дӯстдоштааш шудагӣ. Як гал беҳтар шудам, то есть бисёр ёрдам кардам, бисёр одамои хуба дидам, бо одамои нақшнос шудам. Як гал худам ба дарс шуд ки ман хато намекунам. аз ин намоиш ва дигар намоишҳои инклюзивӣ манижа дар баробари ташаккул ёфтан дӯст ва дугонаҳои зиёдеро пайдо намуд. бо онҳо ҳамеша дар тамос аст ва бо эшон суҳбат мекунад. آن کس دختر خیلی زیبا، انسان دوست، خوشچقچق، مهربان هستند و ما با آن کس بسیار وامی خوردیم. هر زمانی که من به خانه خویشم میرفتم، آن کس را زیارت میکردم، حالپرسی میکردم و ما با هم صحبت میشدیم. در بسیار نمایش‌های یک جای بودیم. خواهرش مشهورا همیشه با منیژه است. او را در همه جا پیگیری میکند. در مکتب، در خانه، بازار، نمایش و غیره فرق ندارد. حتی حالت‌هایی شده است که با سبب نگاه و بین خواهرش به مهمترین جلسه مکتب نرفته است. او نگاه بین و به خواهر کمک کردن را وظیفه جانی خویش می‌داند. یک روز خونه و آدم‌دار کرد که هم نیش بچم بیام و کمایی چه معلمم مجلس بچه‌سازم من که عمده نمیتونم گم هم من در کار بودم هم با مجلس بیام با آدم عمده نمیتونیم گم که صبح یافته بیا گفتم چند وقت گفتم فهم به نه رفتگیمون نه معلوم نبیارم گفتم شرایط فهموندید. خواهرم مشهور بسیار انسانی خوب است. این را خودتونم میدونید. همین وقتی همین رنگین کمون جیغ میزند همین درساش میفهمد و به من کمک میکند. بسیار دست میدارم مشهور خانه به من بسیار یاردمچی خوب است. منیژه از طرف عائله خود دستگیری خیلی جدی رو دیده است گفتم ممکن است چون که مادرش، پدرش، خواهران او رو خیلی خوب قبول میکنند. نه همچون شخصی امکانیت محدود داشته به او نظر میکنند بلکه پدر و مادرش به او مثل دیگر فرزندان سالمشان مناسبت میکنند. در همین تئاتر اینکلوزیوی هم منیژه همراه خواهرش مشهوره بسیار نقش ها را همراه آنها می آفرند و دستگیری خواهر او نیز مشهوره خیلی بزرگ است و بسیار مهربان، خواهرانی مهربان و دلسوز می باشند. منیژه به کل عائله خویش سپاس میگوید، خاصه به مادرش. منیژه هنگامی صحبت ذکر کرد که مادرش را خیلی دوست می‌دارد. از همین سبب همیشه کوشش میکند که به مادرش کمک نماید و طبع مادرش را بالا بردارد. مادرم همه وقت من را دستگیری میکنن، یاردم میکنن. من بسیار مادرم را دوست میدارم.
از خورده و من مهر مادرم رو احساس میکردم. مولا خلق فرزندای میپرداد میبرد نکه مادری من این طور نکردم. من مادرم رو بسیار عالی من این خیلی نکردم. من بسیار دوست میدارم همه‌شون. هر لحظه ای که مادرش را افسرده خاطر میبیند حتما نزدش میرود، دل برداری می نماید و برایش قوت دل می گردد. دستگیر می کنم، با همراهشان صحبت می کنم، زیق نشوید، همش خوب می شد می کنم. خلاقه دستگیر می کنم. مونرم زخشم اختم باینه اختم زخمشم که هیچ کار نمیکنم چیکار چه رفت بیشتم خبری نمیکنم. پس از کار با منیژه در حیاتش نوگانی‌های زیاد پدید آمد. او گویا از یک انسان خاموش و دلشکسته به یک انسان پر از آرزو و انرژی تبدیل یافت. رنگین کمان بسیار یاردم کرد چون که من پیش چکم و آدمی خودم به همه قدمی ایستاده اخلاق بودم. حاضر ایخه چکه فهمانم حاضر و می وقتی رنگین کمان با سرشانده ایخه مل جاغ نمیزنم ایخه وای نمیکردم خانده بازی کده سرشانده ایخه نبودم. من نو آخونه برومده نه وای برومده وای کده همه کشی نوشده توخ شده نتویست اشنا ها پیدا کده اخلاق کارم نبود که سرشانده سال شرمین بودم نکه حاضر یک گل دوسته سال به یک گل بیتر شنام گوید. بسیار و جهانی بینیش نقص شد، همه که دیوای شد، مومیلش و بوسان بهتر شد. پیش اقوای نمیکرد، کوچه ها خیلی برواتان وای نبود. از مبانی 3 سال 4 سال اسیمول کوچه میبریم، هم چیزی وای کردیم یاد گرفت داشت. می رنگین کمان بیام و رحمت خوشتیم موجوده یک وای میکند یاردم میتیان. حالا منیژه درس انگلیسی می آموزد، مهره می بافد، رسم می کشد و با نقلیات خودروی خیش به هر جا می رود. پس از آن که این تجهیزات به او تحفه شد به خانه خیش و تبار بسیارتر می رفتگی شد. ماشینچه تحفه شد پدر که آمد با بابام یاد دادم. بابام متاسیکل های میکنم، متاسیکلی در خانه بود همون متاسیکل های میکنم. بابام من به همون ریگویی رو بید کردنه نتایست استفاده بودنشه بابام یاد دادم. نتایست بابام هر روز اما عمده نشستی هر روز من که پرگول میبرم یاد گیرد تیسه گفته من مولی خیلی شما خانه شما نمیدم سانده حاضر اکو همون که رفته یاد گفتاسیم. با این تصمیم گیری و حرکت و تکاپو منیژه صمد و حتما به آرزوهایش میرسد، زیرا به آینده خوب باور دارد و همیشه برای رسیدن به نیکی ها خود را قربان کرده حرکت می کند. ما برایش برا رو کامیابی تمنا می کنیم.